با شرافت صاحب استقلالی مملکت به خاطر عمومی ورزش امروز حتی در دوردستترین دهات‌ها مسابقه ها برگزار کرده می شود که در آن ساکنان و عموما دوستداران ورزش شرکت نموده مهارت سنجی می نمایند. چنین یک مسابقه کشاد از روی نمود والیبال در دهه پیشقدم جماعت 20 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان ناحیه بخش برگزار گردید. در مسابقه مذکور زیاده از 20 دسته والیبال بازان از شهر و نواحی ولایت و دهه‌های ناحیه بخش شرکت ورزیدند. مسابقه مذکور در دو میدان ورزشی صورت گرفته هر یک دسته کوشش به خرج می‌دادند که بازی خوب نشان داده در رقابت بر حریفان پیروز گردند. در رقابت امروزه در قطار دسته‌های والیبال بازان شهر باختر، کلوب و ناحیه پنج کوشانیان اینچنین دسته‌های دهه‌جوی‌های ناحیه بخش نیز مهارت خوبی والیبال بازی نشان دادند. باید گفت که مسابقه امروزه را دوستداران و هواداران زیاد این رشته ورزش تماشا نموده فراغت نمودند. مقصد از گذراندن مسابقه ورزشی از نمود والیبال این یکم دوستی هست، سلامتی است. برای ما مسابقه والیبال گذرانده هستیم. تماشابینان زیاد هستند. مردم همه با فکر خطا نکنیم حلوات برده است که نگاه کنین. ما فکر میکنیم در آینده با رشد والیبال با زیادتر می شود. در آینده نقشه داریم با از مثال تمام جمهوری تکلیف نموده رشد والیبال ولایت ختلان، هم ولایت ختلان هم جمهوری تاجیکستان را ما مثال بلند برداریم. بعد واخوری و نیروسنجی های زیاد دسته های غالب معین گردیدند. دسته والیبال بازان جماعت دهات زرگر ناحیه کوشانیان سزاوار جای چهارم زینه سوم را باشد. بازیگران دهه پیشقدم جماعت 20 سالگی استقلالیت ناحیه بخش مقام دوم را دسته والیبال بازان ناحیه عبدالرحمن جامی و زینه افتخاری را دسته دهه پختدشت جماعت 20 سالگی استقلالیت ناحیه بخش صاحب گردیده با تحفه های پولی و مالی سرفراز گردانیده شدند. گزارش پرویز خورشید برای برنامه اطلاعاتی خبر از ناحیه بخش.